سلام دوستان عزیز، امروز میخوام یه محصول درجه 1 رو بهتون معرفی کنم که مثل یه نگهبان حرفه‌ای یخچال و فریزرتون رو از هر نوسان برقی در امان نگه میداره. محافظ یخچال نیکولا الکتریک. بریم با هم آنباکسش کنیم. اولین چیزی که توجهتون رو جلب میکنه 2 تا پریز ارث‌دار این محافظه. هر پریز با توان نامی 16 آمپر طراحی شده، یعنی نه تنها برای یخچال‌های معمولی بلکه برای دستگاه‌های پرمصرف‌تر مثل سایت بای سایت هم کاملا جوابگوه. حالا بریم سراغ سیم محافظمون. یه سیم رابط 1.5 متری داره که توی متراژهای 2 متر و 3 متر هم تولید شده. این رابط ها به راحتی به هر پریزی توی خونتون میرسن، چه یخچالتون نزدیک پریز باشه چه دورتر از آشپزخونه. زمان وصلش بین 4 تا 6 دقیقه هست، یعنی بعد از اینکه به برق میزنیدش یه چند دقیقه صبر میکنید تا ولتاژ تثبیت بشه، بعد با خیال راحت جریان رو به یخچالتون برسونه. این تأخیر هوشمند دستگاهتون رو از شوک‌های برقی محافظت میکنه و عمرش رو حسابی بیشتر میکنه. حالا بریم سراغ محدوده ولتاژش. ببینید اگه برق خونتون از 240 ولت بالاتر بره، محافظ سریع جریان رو قطع میکنه. همینطور اگر ولتاژ زیر 175 ولت بیاد، بازم دستگاهتون رو از خطر نوسانات پایین حفظ میکنه. این یعنی یخچال شما همیشه توی یه محدوده امن و استاندارد کار میکنه. نکته مهم دیگه راجع به شرایط تعویض و گارانتی دستگاه ماست. این محافظ شامل 24 ماه گارانتی میشه. فقط نکته قابل توجه اینه که حواستون باشه برچسبش خش نخوره و کنده نشه. در این صورت میتونید از پشتیبانی محصول استفاده کنید. این محصول نه تنها یه ابزار کاربردیه بلکه یه سرمایه گذاری برای افزایش عمر یخچالتونه. فکر نمی کنید وقتش یخچالتون یه محافظ حرفه‌ای داشته باشه که هم قوی باشه هم قابل اعتماد؟